فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. آقای حبیب گویلی از کیلانه اگر درست تلفظ کرده باشم سوال پرسیدن که آیا خشک شدن رود دجله و فرات یکی از نشانه‌های آخر الزمان هست؟ برای خشک شدن رود دجله و فرات به صورت کلی با این تعبیر که خشک شدن رود دجله و فرات یعنی روایاتی رو ما نداریم، بلکه روایاتی که در این زمینه وجود دارند به معنی فروکش کردن آب دجله و فرات هست و این هیچگاه به معنی این نیست که دجله و فرات به صورت کلی خشک بشوند. منتها برخی از علما این استدلال رو کردند که به معنی این تعبیر کردند به معنی خشک شدن رود دجله و فرات. اون چیزی که وجود داره در صحیح مسلم روایتی هست از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنهم که در واقع ایشان این فروکش کردن آب دجله و فرات را یکی از علامات قیامت برشمردند. رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند لا تقوم الساعة حتى يحصل الفرات عن جبل من ذهب. قیامت برپا نخواهد شد مگر زمانی که در رود دجله در فرات یک کوهی از طلا نمایان می شود. این آب فرات در واقع فروکش می کند و این کوه از طلا نمایان می شود برای تمام مردم که بعد از این در ادامه روایت اومده یقتتل الناس علیه که مردم همه درگیر می شوند و دعوای و درگیری صورت می گیرد برای این که بتونند این مال را و این طلا را در واقع برای خودشون کسب بکنند. برای به دست آوردن این طلا درگیری روی خواهد داد. فیقتل من کل 199 در روایت اومده که از هر 99 نفر هر 100 نفر 99 نفر کشته می شوند. یعنی 99% مردم به خاطر درگیری برای دست یافتن به این طلا از بین خواهند رفت. این یکی از علاماتی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان کرده و در این روایت اونگونه که عرض کردم اومده که این در زمانی اتفاق می افتد که رود فرات آبش فروکش می کند و این کوه طلا در واقع نمایان می شود و دیده می شود و مردم برای به دست آوردنش درگیر می شوند و 99% مردم در این زمینه و در این درگیری کشته می شوند و هر کسی گمان می کند که شاید من بتوانم این طلا را به دست بیاورم. این روایت هم روایت صحیح است که امام مسلم در صحیح خودش روایت